السلام علیکم بیننده های عزیز، السلام علیکم تماشابینان های عزیز مامان. امروز ما آمدیم برای تبریک کردنی مادری مهربان صنعت خاله سعادت گلرخسار بانو مادران خاندان را البته از نامی صاحبایتی تبریک میگوییم. تبریکات های نوبتی ما دوام دارد. با ما باشید. با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم صاحبان خاندان. امروز در این روز عید و ایام، در این روز بین المللی مادران زنان به عنوان عزیز هر یک شما را تبریک میگویم. پیش از همه از نام کمپانی خود، از نام خواهری راه دورم، از نام صاحبایتی گفتم که در این روزشان، در این روز خورسندیشان مادری نازنینم، خواهری به جان نزدیکترم و اون نفری که در اطرافشان پروانه شده خدمتشان به تیار هستند کلید پاشای تبریک کنید. رحمت رسانید از نام من. رحمت گوید که تا هستیشان من این خیلی روزهای خورسندی، این خیلی خدمت‌های کردنشان از خاطرم نمیبرارم. رحمت برای بودنشان. مادر مهربانم، خواهر نازنینم، کلید پاشا، تمامی زن‌های آن خاندان با امروزه بیرام، با امروزه روز خورسندی، با روز 8 ماه صدقاً صمیمانه تبریک گویید. بگذار که هر بهار مانند گل‌های بهاری شکوفان باشد. هر بهار آنها را آمدن الخیر تبریک کردن گیریم. ما ما میبینیم صاحبایتی لبخند همیشه همراهشان است. بگذار الان خیلی زیبا شده خندیده در این روزهای خورسندی فقط شما تبریک کنن و ساق سلامت هر کجا که باشن بیایند و آمده شمانات نیست خودشان تبریک کردن نصیب کند. امروز برای مادری من گوید که مادرم در روز عیدت من چی را سوغا کنم؟ مهر پنهانی دلم را من چخل آشکار کنم. گر متا توفه بگیرم شود آن بی نشان، دسته گل هدیه سازم تیز میگردد خزان. پس چرا در روز زادروز، در روز عید توفه بنمایم که آن ماند از من بهر تو چون یادگاری جاویدان. مادرم توفه بر تو میکنم اشعار خود تا که باشد جاویدان و جاویدان باشد سرود. امروز که روزی مادران است. مادران را چقدر را وصف کنیم می‌ارزد. آنها در حقیقت هم ستون دنیا و هم ستون خاندان هستند. الله‌های ناز دارند. آن دستان پر از هنر دارند. بسیار دوست می‌داریم. بسیار یاد کردم گفتند و برای شما سخن‌های نکو را فرستادند و رسانید. گفتند ارزد به هر دو دنیا یک حرف نامی مادر، بعد خدا و قرآن باشد مقامی مادر. گر شاهم و وزیرم سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلامی مادر. مادر مرا بیزاده است، آغوش مهر کشاده است، شیری سفید داده است، خوش است نام مادر. مادران عزیز بگذار همون گلی زیبا را از حسن شما، از نقش شما آراستند، آفریدن خداوندی کریم. ماندن گلها همیشه شکوفان باشد. هیچ وقت خسته نباشید و از صف دوستان کم نشوید. امید جان عزیزی ما یک تا گلهای صحیفه شما میگیم نه تا خرسر میزنیم. دستمون خالی باشد. مبارک باشد. خانه جانشان و مبارک باشد. مبارک باشد. البته امروز روز خورسندی را مبارک باد میگوییم. هر یکی خانواده ما بودنی زنها انمخیل گلدسته ها ما میارزند. خودشان گلهای نایاب هستند. امروز بس زیبا را مبارک باد. البته در اینجا یک شیرینی را تیار کردگی میخواستم یک جایی بریم. هم مامان شما هم یا شما نزدیکتر بیستید. یک جایی امروز روزی عید است. کارت را میبریم. بعد از اون باز امروز را دوام میدهیم. مرحبا. باشه خودتان هم داره همراهی همین آمد جان، همراهی مادر عروس، همراهی خاله جان عزیز یک جای هم با ما می‌داره. شما هم دارید کلی پاشا یک جای نیت کرده بردیم که الان خیلی روزهای خورسندی فقط باشد و باشد. بگذار شما هم مانند علمی ها پیر شوید و فقط تبریک مبارک باشد.
تا گرفت از دستشان از یک تا سرود شوخ می شود میرسه بعد از آن با ما جواب مرحمت سرود شوخ برای شما رحمت مبارک باشد دل امید جان شاگردی من تبریک کنندنی امید جان نزدیکتر به از نام خودشان از نام مادر جانشان امروز همه مادران را تبریک میکنیم همه امروز زنهای تبریک میکنیم مرحبا السلام علیکم اولا مادر جان چی نیازتون باشد نیازتون برسد امروز زادروزی امین با عنوان همه‌تون تبریک میگم یانگامون آمان الهیم چی نیازتون باشد نیازتون برسدم همین 8 مرد که تبریک میکنم همین وقتی مامان با سالگردتون رحمت سلامت باشه حاضر مادر جانی عزیز از همه کلان سال این خاندان شما و رشته خاندان حتی شرکت تبریک کنیم بعد از آن رسم میگیریم بعد به ما جواب مرحبا السلام علیکم اولا به همه شمایان که همین خیل و تشکیل کردیتون من منت دارم الهی رهی دور به اوکا جانم صاحبه خدا کارکاشون به آمد کسم کاراشون به برکات کرد شما هم الهی کاراتون به برکات کرد مرتباتون اینم بلند شد همه وقت صحت سلامت گردتون وقتی زنها به همه وقت صاحب سلامت گرد بچه کسم کارت به کشایش کرد الهیم سرکت در نکند بختم به همه وقت صاحب سلامت گرد تو هم پسرم هم دخترم آفرین من منت دار خاله جانتم تبریک میکنم همه من این جیانکوم دختران کلینوم نیوره کلینوم تبریک میکنم همه خیل و شتگام و ساق سلامت باشدون این سال همین جاده
خدای مهربان با رسانت ساق باشه، سلامت باشه. رحمت سلامت باشن. مادری مهربان همیشه باشد و باشه. زی تو دارم، برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. امروز در حقیقت مادر مهربان که در وقت با یک مهنت حلالشان فرزندی اصیل را با یک مردانگی به وای رسانده بودیم. از نام البته صاحبایتی مادر را، نزدیکان را، خواهر را، جگرگوشه ها را تبریک کردیم، کلین پاسوی خاندان را تبریک کردیم و پیشکش شما کردیم. با ما باشد، با چنین بزم های زیبا نیز تا دیدار بینی با شبکه شهنان صحتمند باشد. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. سخنهای تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی. تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی. زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم